ثروتمند شدن با کلمات آغاز می شود و کلمات مجانی هستند. پاسخی به این پرسش که چرا هر کسی می تواند ثروتمند شود. مهمترین بخش کتاب است. در این بخش خواهید فهمید که چرا پول شما را پولدار نمی کند. در این بخش خواهید فهمید که چرا قدرتمندترین اهرم جهان یعنی ذهن شماست که می تواند شما را پولدار یا فقیر کند. درست همانطور که هر کسی می تواند از قدرت اهرم وام گرفتن استفاده کند، سوء استفاده کند یا از آن بهراسد، در مورد مغز شما نیز همینطور است. مغز اهرمی بسیار قدرتمند است. در این کتاب به قدرت کلمات پی خواهید برد. قدرت کلمات. پدر همیشه میگفت کلمات اهرم هستند. کلمات ابزاری قدرتمندی هستند. ابزاری برای مغز. اما درست همونطور که میتوانید از وام گرفتن برای پولدار شدن یا فقیر شدن استفاده کنید، از کلمات نیز میتوانید برای پولدار شدن یا فقیر شدن بهره ببرید. پس کلمات خیلی مهمه. چطور ثروتمندان از واژه‌های ثروت و فقرا از واژه‌های فقر استفاده می‌کنند. واژه‌های ثروت و واژه‌های فقر. پدر میگفت مغز شما میتواند قدرتمندترین دارایی یا قدرتمندترین بدهیتان باشه. خب دارایی و بدهی واژه‌های مالی هستند. چطور مغز میتونه دارایی یا بدهی تلقی بشه؟ اگر شما در مغز خود از واژه‌های درست استفاده کنید، ثروت زیادی کسب خواهید کرد. اگر واژه‌های نادرست رو به کار ببرید، مغزتان شما را فقیر خواهد کرد. مغزتان شما را فقیر خواهد کرد. در این بخش مطالبی در خصوص واژه‌های ثروت و فقر خواهید آموخت. واژه‌های کند و واژه‌های سریع. دانیل کانمن برنده جایزه نوبل کتابی نوشته به نام تفکر کند و تفکر سریع. خواهید فهمید که چرا پدر میگفت پول درآوردن به پول نیاز ندارد. فکر می‌کنید به پول نیاز داره؟ نیاز نداره. او میگفت ثروتمند شدن با کلمات شما آغاز می‌شود و کلمات مجانی هستند. شاید در کتاب‌های قبلی خوانده باشید که پدر من و پسرش را از گفتن این جمله منع کرده بود. از عهده من بر نمی‌آید. پدر میگفت تفاوت بین ثروتمندان و فقرا این است که فقرا خیلی بیشتر از ثروتمندان این جمله را میگویند. چه جمله‌ای؟ از عهده من بر نمی‌آید. این نخستین تفاوت است. خب حالا که فهمیدیم که کلمات ابزار مغزن، ما به تدریج واژه‌های اقتصادی رو، واژه‌هایی که حتی شبه اقتصادی هستن رو باز خواهیم کرد. در خصوصش خیلی عمیق میشیم و البته از شما دعوت میکنم که واژه‌های کند فقرا و واژه‌های سریع ثروتمندان رو که شما استفاده میکنید یا به گوشتون رسیده رو زیر این پست با ما به اشتراک بگذارید.